بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به حلقه سومین به کتابی شرح مختصری اصول الاعتقاد اهل السنه والجماعه، کتاب الامام العلامه الحافظ ابو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن المنصور التبری الامام اللالکائی. کتاب موضوعی سومین آمدیم که آنچه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که باید مسلمان پایبند به کتاب و سنت پیامبر و آثار صحابه و تابعین باشد و من بعدهم والخالفین لهم من العلماء الامة لله اجمعین. باید مسلمان پایبند به کتاب الله و سنت پیامبر و آثارهای تابعین و صحابین ها و علماهای ربانی که آنها مردم را به حق دعوت کردند، در دعوت اخلاص و از روی فرموده قرآن سنت دعوت کردن پایبند به او باشد. چند حدیث های آیت هایی است که ما باید متمسک پایبند به قرآن و سنت با فهمی صحابگان و تابعین و عالم های ربانی باشیم. هر کسی نمی تواند که قرآن و حدیث را از پیش خود با فهم خود به مردم درس دهد، بلکه ما قرآن و حدیث و آثارهای صحابه ها را چگونه ای که عالم ها و صحابگان و تابعین ها قرآن را فهمیدن همچنان بفهمیم. اگر از فهم آنها، از دایره فهم آنها بیرون برآمدیم بر مردم فهماندیم، این الکی به لغزیدن ما می رود. بنابر همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث گفتند که عبدالرحمن ابن عمرو میگویند که از یکی از سمی ارباض ابن ساریت السلمی، ارباض ابن ساریت السلمی یکی از صحابه هایی است که در قرآن آنها را الله مدح کرده است. حالی میگذاریم که میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را نصیحت کردند. وعظنا رسول الله صلی الله علیه و سلم موعظة دمعت منها الاعین. پیامبر صلی الله علیه و سلم نصیحت کردند ما را و اشکی چشم ها میریخت و جلت منها القلوب، دل ها لرزان میشد. قلنا یا رسول الله، یا رسول الله. سپس ما گفتیم که ای رسول خدا، این هذه موعظة مودع فبما تعهد الینا. این موعظه ای که تو بر ما کردی گویا که این موعظه آخرین باشد. تو بر ما چی عهد و پیمان میگیری، چی نصیحت میکنی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند قد ترکتکم علی البیضاء لیلها و نهارها لا یرجع بعدی الا هالک. پیامبر گفتند که من شما را به روشنی ها گذاشتم که شبش مثل روز است. در حقیقت آیت های قرآن، حدیث ها بر ما روشن است. بعضی آیت ها و حدیث های است که ما به عالم ها برمیگردیم و از شرح او از عالم ها میپرسیم. بلکه ولقد یسرنا القرآن فهل من مدکر. الله میگه که ما قرآن را فهمش رو برای شما آسان کردیم. آیا شخصی است که یعنی یادآور می شود، ذکر می کند؟ بنابر همین پیامبر گفتند که من شما را بر روشنی ها واگذاشته رفته ایستادم، شبش مثل روز می باشد. کسی از این راه به از قرآن و سنت روی نمی گرداند مگرم که هلاک می شود.
کسانی که از قرآن و از سنت و با فهم صحابگان و با فهم تابعین ها نفهمیدند و از پیش خود شریعت ساختن، آنها هلاک شدند، گمراه شدند. و من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا. و شمایان اگر زنده باشید پس میبینید اختلاف های بسیاری رو. خیلی که عبدالله ابن مسعود، ابو موسی اشعری دیدن که هنوز لباس پیامبر سوده نشده، در مسجد ها یعنی حلقه های ذکری که پیامبر چنان نمی کردن همچنان شده بود. و گروه های بنودن که قضای قدر نیست، گفتن که عبدالله ابن عمر من از چنین شخصایی که قدر نیست میگفتند بیزارم گفتند. و قبیله گروه های خوارج پیدا شد که اختلاف های بسیار شد که حتی فتنه ها سر زد که صحابگانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق آنها رو به بهشت وعده کردند، یعنی دامن آنها رو این فتنه گرفت. بنابر همین پیامبر گفتن و من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، اختلاف های بسیار رو میبیند. سپس پیامبر گفت فعلیکم بما عرفتم من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. پس بر شما ملازمت است که آنچه که از سنت های من است شما پایبند باشید و آثارهای خلفای راشدین که ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنه که هر چیزی که آنها گفتند آنها مخالف قرآن و سنت سخن نمی کنند، پایبندی خلفای راشدین باشید. عضوا علیها بالنواجذ. و شمایان با این دندان هایی که کرسی میگویند به این فرموده های قرآن و سنت و آثارهای این خلفای راشدین را محکم بگیرید. و علیکم بالطاعه و این کان عبدا حبشیا. و شما یعنی طاعت بکنید اگر برده حبشی باشد، سیاه پوست باشد، مادامی که از روی قرآن و سنت شما رو فرمان روایی میکند شما اطاعت بکنید. و انما المؤمن کالجمل الانف حیث قید انقاد. پیامبر میگویند که مؤمن به مانند شتری که لجام دارد که به هر جایی که روانه کنید روان می شود و فرمان برداری می کند. مؤمن به مانند همین است. در حقیقت مؤمن حقیقی کلمه الله را همیشه می خواهد که بالا بردارد، نه اینکه برای شهرت و برای آبرو کار می کند. وقتی که کلام الله رو شنید، حدیث ها رو شنید، فهمی صحابه ها رو، تابعین علما ها رو فهمید، با برادرها و در دین اسلام همچون نرمی است که شتری است که با این بزرگی با این قوتش یک کودک او رو به هر جا روانه کند از پسش می آید همچنان می باشد. اما مقابل دشمن که انهم بنیان مرصوص، الله می گوید یعنی آنها بنیان مرصوص که یک دیواری سختی است. اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. حتی در جهاد مؤمن ها به هر جایی که راه برگذاشت برای آبیاری کردن با حیوانات و با خوراک و دیگر خوراک آماده کردن، جایی که راه برگذاشت به آنجا عمل میکنن بیچونی چرا. بنابر همین پیامبر گفتن انما المؤمن کالجمل الانف حیث قید انقاد. و ارباز ابن ساریه سلمی میگویند که بر ما این آیت نازل شد که ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم. بر ما این آیت نازل شد که وقتی که ابو موسی اشعری یک گروه از یمن وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را به جهاد امر کردند، همه توشه و شترهای سواره های خود را گرفته آماده شد. ابو موسی اشعری و یارانشان که شتر نداشتند
و راه بسیار دور بود، باید شتر داشت. نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند، گفتند ما را همراه خود بگیر ای رسول خدا، از فضیلت جهاد محروم نشویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم یاد کرده گفتند که من یگان شتری ندارم که شما را همراه خود ببرم. و سپس این ابو موسی اشعری و همراه یارانش از نزد پیامبر با چشمی گریان که بسیار غمگین بودند برگشتند که دیر نگذشته الله شترهای یک کسی صدقه کرد که با این شتر از فضیلت جهاد محروم نشدند. بنابر همین در این دیده می شود که صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم را اگر چندی که نمی خواستند پیروی پیامبر نمی توانم میگفتند، اما دلهای آنها همیشه روانه بود که الله آنها را موفق گردانید. بنابر همین این حدیث که ما گذاشتیم ما را دعوت میکند که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، بر اسمان الله همه یک جایگی چنگ بزنید و تفریقه نشوید. و سببی اختلاف های ما از قرآن و سنت با فهمی صحابگان و تابعین سلف صالح دور بودن می باشد. این بود حلقه سومین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.